خب بچه ها من داخلش هم به شما نشون بدم. او باقالی پلو، سبزی پلو، تهنداز، همه رو با هم دیگه دارید بچه ها. دیگه هیچکی نمیتونه بهتون بگه که ایراد بگیره براتون. اینم از پلومون بچه من وقتی داشتم فکر میکردم که چی درست کنم، خب معمولا میریم 2 ساعت در فریزر رو باز میکنیم، ما خانم‌ها نگاه میکنیم، فکر میکنیم همونجا وقتی فریزر درش بازه همونجا وای میسیم نگاه میکنیم 2 ساعت که چی درست کنیم. این اومد تو دستم بچه، این باقالی اومد تو دستم بچه. این باقالی رو من از عربا میخرم، همیشه داره. بعد این باقالی 2 مدله، یکی پوست کنده است که این پوست کنده است که به درد ما میخوره، یکی هم با پوسته. سعی کنید شما اینو بخرید، خوب توجه کنید. با پوست وقتی که میخرید 2 ساعت باید پوستشو بکنید، چون من این تجربه رو کردم، بارها کار داشتم اومدم 2 ساعتم اون وقت منو گرفته. ولی این بدون پوست راحت تره. اینو میخوام بیارم تو این بازی خودم. و یه مقدار سبزی پلویی داشتم و سینه مرغ. بریم برنج خیس کنیم، بیایم ببینیم چجوری این غذا رو من میخوام درست. من چون وقت آب خوردنم بود گفتم برای شما هم بگم، شاید برای خیلی از شما جالب باشه. خیلی از شما میدونید، شاید خریده باشید، ولی فروشگاه لیدل آلمان چیز آورده، پارچ هایی آورده که 2 لیتر آب جا میشه. خیلی جالبه بر من این فیلترهایی که داره. مثلا دنبال همچین چیزی میگشتم. این 2 تا فیلتر داره بچه. این مال یخه، داخلش میتونید آب بریزید، داخل فریزر بذارید، بعد بندازین داخل پارچ و اون آب رو خنک میکنه برای تابستون. یه فیلتر دیگه ای هم که داره اینه که این فیلترش داخلش میتونید مثلا من هر روز حتی برای جای آبی که امیر داره اونم همین فیلتر رو داره، من داخلش لیموی تازه خورد میکنم، تیکه تیکه میریزم داخلش. و بچه ها دانه چیا، هر انسانی در روز میتونه 25 گرم دانه چیا استفاده کنه. دانه چیا هم همیشه داخل ظرف آبش میریزم. و اگه دوست داشتید و داشتید پونه، بچه ها خیلی آب و طعمش خوب میکنه. من تو خونم همین کارو میکنم، داخل همین پارچ میذارم. من سعی میکنم به بچه هام عادت ندم آب یخچالی بخورن، سعی میکنم هم بیرون بذارم، ولی تون آب رو عوض میکنم، آب تازه میریزم، که لیموی تازه میریزم، آب تازه میریزم که بچه ها زیاد آب بخورن. همین بچه ها گفتم که این الان بهتون نشون میدم چجوری میریزم داخلش، خیلی باحاله دیگه، گفتم شاید براتون جالب. خب سینه مرغ رو به این صورت سعی کنید چربیای دورش رو حتما بگیرید، اینجوری بذارید. به این حالت. حالا من همشو به این صورت نازک برش میدم. دوباره برمیگردم. خب همینجا بهش نمک، فلفل سفید، یه مقدارم پاپریکای تنده بچه هایی، همش نریزه. اینا رو با هم دیگه ماساژ میدیم. یه قابلمه، ما 4 نفریم، ولی یه قابلمه تقریبا بزرگ برمیدارم که این سینه مرغ بتونه راحت
بپزه آماده بشه. اینجوری قشنگ ماساژش بدیم که نمک و این فلفل سفید کلا بره توی سینه مرغ دیگه. اینجوری به همه جاش نفوذ کنیم. خوبه. حالا زعفرون هم باید بیاد. خب اینا چیزایی هستن که الان اومده تو کلم ما بچه‌ها. خب بریم بقیه کارا رو انجام بدیم. خب یه دونه تابه هم اینجا گذاشتیم، باقالی ها رو ریختم توش و چند تا حب سیر رو هر جور دوست دارید میتونید خورد کنید بریزید داخلش. شعله‌ش هم روشن میکنم تا یه تف بخوره. خب یه دونه قابلمه اینجا گذاشتیم، تو کفش هم زعفرون میریزم. و سینه مرغ رو میچینیم کف قابلمه. بچه یه قابلمه هم گذاشتم اینجا تا یادم نرفته نمک هم به برنجمون اضافه میکنم. برنج شستم. این به سینه مرغم نمک اضافه میکنم. میذاریم تا کاملا یه دونه کوچولو تفت بخوره تا برنج آبکش کنیم و بقیه کارا رو انجام بدیم. میخوایم که سینه مرغ رو هر دو طرفش رو تفت بدیم، همون کاری که کردیم چجوری گذاشتیم همون شکلی هم اون طرفش هم میذاریم که تفت بخوره. یعنی من برمیگردونم، مثل یه نمونه بهتون نشون بدم. مثلا شعله‌شو باید یه مقدار کمش کنیم. مثلا این شکلی به این صورت. همون کاری که کردیم دوباره انجام بدیم. اشکالی نداره وا میره چون دوباره به حالت اول برمیگرده. این شکلی شعله‌ش هم میارم پایین، بقیه هم همون کار رو انجام میدم. ببینید دوباره برگردوندم، اون طرفش هم سرخ شد. پلو هم به مرحله آبکش رسیده. پلو رو آبکش کنیم و برگردیم. شعله‌اش خاموش میکنم. خب این سبزی که داشتیم یه مقدار از همین پلو قاطی سبزی میکنیم که بشه سبزی پلو. اینجوری دارم زعفرون داخلش ریختم بچه ها. این شد چی؟ سبزی پلو. این باقالیایی هم که داشتیم یه ذره این تو پلو
سفید قاطی میکنم بشه باقالی پلو. اینم خوب به همش میزنیم. دوست داشتین یه ذره زعفرونم بهش بزنید که خوشگل تر بشه. باقالی رو هم گذاشتیم اینجا. یه چند تا قطره زعفرونم چکوندم داخلش. حالا اینجا ما پلو سفید داریم. خب من پلو سفید رو میریزم روی این سینه مرغ. وقتی بر میگردونیم روی توی سینی بر میگردونیم میبینیم که چقدر رنگش خوش رنگه، ولی سفید الان باشه روی این زعفرونی خیلی خوشگل تر دیده میشه. حالا من اینجوری فکر میکنم بچه‌ها، اینا همه فربدایف دارم فکر میکنم، احساس میکنم که بازم پلو زیاد گذاشتم. یه ذره میذارم آخر است. کوچولو اینجوری فشردش کنیم. مشخصه اینجوری. حالا باقالی پلو میریزیم. بازم قابلمم احساس میکنم برای این غذا شاید کوچیک باشه. زیاد میذارم دیگه، خیلی زیاد میشه. کم میذارم ولی زیاد میشه. خب اینم شد باقالی پلو بچه‌ها. باقالی پلو رو اینجوری فشردش بکنیم. اینجوری. اینجوری. حالا بازم یه ذره برنج سفید بریزیم. هرچی هست بریزیم دیگه. فردا هم نهایتش دیگه من غذا درست نکنم. فردا هم همینو بخوریم دیگه. ما هر کیم خونش به ما نزدیکه میتونه نهار بیاد پیشم. اینم پلو سفید. و اینم سبزی پلو. اوه چقدر زیاد. من جنون دست داده. جوری غذا میذارم. خب اشکالی نداره، میخوریم دیگه. مجبوریم که اینو 2 روز بخوریم. اینم سبزی پلومون بچه‌ها جون. حالا من اینو دم میذارم. آکم تا تموم نشده من اینو دم میذارم، میکشم و بهتون نشون میدم. هم سبزی پلو داریم، هم باقالی پلو داریم، هم ته‌انداز داریم، هم که پلو ساده. ماشاءالله به خودم. تموم شد بچه‌ها. درشو میذارم. 1-2 تا هم بچه‌ها اینجوری کره میندازم تو روش بمونه خودش آب بشه. اینم درش. شعله‌ش هم روشن کنم تا 1 ساعت و نیم بهش زمان میدم بچه‌ها. زیادش نکنی شعله‌شو که اون سینه مرغ اون ته چیز بشه، بسوزه. باید چون این 2 تا پلو هم، این پلو هم که ریختم کاملا اینا هم دم بکشه دیگه، پس بیشتر بهش زمان بدین. شعله رو متوسط باشه. 1 ساعت و نیم بهش زمان بدین. فعلا بچه‌ها جون.
داخلش مقدار آب میریزم. بچه ها لیموها رو اینجوری به این صورت خوردش میکنم، تو این فیلتره میریزم. ببینید به این صورت. بچه از صبح من بلند میشم کارم همینه. همینو میذارم اینجا تا غروبش، یعنی تا همون شب میمونه. بچه ها میخورن دیگه. اگه آب یخچالی هم بخوان دیگه نیستش دیگه، همین آب هست. این نعنا رو میریزم داخلش و این درشه به این صورت. یه مقدارم دانه چیا میریزم داخل آب. یه قاشق مثلا یا 2 تا قاشق چای خوری بریزید کافی. همین بچه‌ها جون ببین این مدلی. حالا این دانه چیا قشنگ با همون لیمو و نعنا قشنگ مخلوط میشه، حل میشه. بعد شما میتونید بخورید. این 2 لیتر آبه دیگه، یعنی هر انسانی به نظر من میتونه در روز 1 دونه 2 تا از اینا بخوره، یعنی باید بخوره. مثلا اینجا خیلی تاکید میکنن که آب بخورین. بعد این وقتی که تموم میشه من دیگه اینا رو فردا دوباره عوض میکنم، میشورم، فردا دوباره نو میریزم. اونایی هم که با این طعم‌ها حال نمیکنن میتونم مثلا لیمو چیز بریزن، توت فرنگی، سیب، چیزای دیگه، میوه های دیگه اگه دوست دارن. عالیه بچه‌ها، برید بخرید. یه لیوان واسه خودم بریزم دیگه، الان مخلوط شده. خب بچه‌ها پلومون دم کشیده. من شعله رو خاموش میکنم. البته یه کوچولو زیادش کردم که داغ‌تر برگردونمش. شاید دستش برگرده. اینم از پلومون بچه ها. اینجوری بگیرمش. خب اینم از ته‌اندازمون. به همین راحتی، به همین آسونی در عرض 1.5 ساعت چند تا پلو رو با هم دیگه دارید. بچه بریم تستش کنیم ببینیم چطور شده. خیلی خوبه بچه ها. ببین یه جوری درست کردم، یه جوری برنامه ریزی کردم که این سینه مرغ خشک نشده بچه ها. هم برشته است هم نه برشته است. خیلی خوبه. من کارم رو بلدم. بچه ها سبزی پلو اون ته ها مونده. من هنوز به سبزی پلو نرسیدم. هنوز تو باقالی پلو گیر کردم. از سالادم آماده نیست برای اینکه بچه ها هنوز نیومدن از مدرسه. درگاه الان میاد. آره الان میاد. امیر 1 ساعت دیگه میاد. من باید آماده بشم بریم با هم خرید کنیم. خرید بکنیم، بعد خرید بریم نهار بخوریم. امیدوارم از این غذایی که امروز براتون درست کردم، فلودای اومد تو مغزم و درست کردم، خوشتون اومده باشه.
بچه ها به فکر گرسنگانم باشیم. زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. تا ویدیو دیگه برای همه آرزوی سلامتی میکنم و بدرود. برید درست کنید. برید.